ترجمه معنا: آنهایی که از پروردگارشان ترسیدند و عمل به طاعت او کرده اند گروه گروه به بهشت میبرند، چون بهشت برسند درهایش گشاده شود و از سبب پاک بودن اثر گناهانشان در بانهای بهشت با مژده ها و خرسندی ها برایشان گویند: سلام بر شما، پاکیزه بودید، خوش باشید، پس جاویدانه به آن بهشت درآیید. این سلام و این بهترین مقام برای مؤمنان است. یعنی ما خودمان انتخاب میکنیم به کجا میخواهیم و بین همین یک کوپرو که هست که ما و شما باید که از آن با درکی درست گذاریم. خودمان برای خودمان انتخاب میکنیم به کجا میخواهیم. این سخنهای من این لحظه تنها برای مؤمنان است. آنهایی که ایمان آوردند شما میفهمید و هر کسی که ایمان ندارد برایشان افسانه بیش نیست، چون چشمانشان نمیبیند، گوشهایشان نمیشنود.